مرکز مطبوعات اگنسی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 13 مارس سال 2023 از انجام تفتیش پیشکی تصدیق فکر عیبدارکنی و برای بررسی به دادگاه ارسال شدن پرونده مدیر کودکستان رقم 27 شهر خوجند مدینه جان راوپووا و کارمند بانک ایمان اینترنشنال ملک خوجا رحیمبایف با اتهام با استفاده از وکالت و حجت‌های قلبکی به نام 11 نفر گرفتن قرض‌های بانکی به مبلغ قریب 12.5 میلیون سومانی خبر داد. مدینه جان راوپووا و ملک خوجا رحیمبایف هر دو بر اساس ماده های 246 قسم 3 بند ب و 340 قسم 2 بندهای ا ب به تصرف قرض بانک به مبلغ خیلی بزرگ و ساختکاری حجت‌های بانکی و رحیمبایف علاوه باز بر اساس ماده 265 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به غیر قانونی دادن قرض بانکی عیبدار می شود. بنا به شرح مذکور مطبوعات اگنسی مبارزه با کروپسیون مدیر مؤسسه تا مکتبه رقم 27 شهر خوجند راوپووا مدینه جان در اساس مصلحت پیشکی با متخصص قرضی شرکت ایمان اینترنشنال رحیمبایف ملک خوجا مومن جانویچ با سوء استفاده از وکالت برخلاف دستورالعمل‌های بانک ملی تاجیکستان عمل نموده برای ساختکاری حجت‌های بانکی به نام مناسب 11 نفر گویا برای رشد تجارت و تعمیر خانه مبلغ عمومی 161,050 دلار آمریکایی و 727,500 سومانی قرض‌های بانکی ترتیب دادند. من بعد نامبردگان مبلغ ذکر شده را تصرف نموده به منفعت خود صرف کردند که در نتیجه با این کردار خود به تشکیلات قرضی ضرر مادی مخصوصا کلان رسانیدند. به مدینه جان راوپووا و ملک خوجا رحیمبایف بر اساس قسم 3 ماده 246 برای تصرف قرض‌های بانکی همچون جزا جریمه به اندازه از 1460 نشان دهنده تا 2190 نشان دهنده برای ایسوپ‌ها و یا از 8 تا 12 سال زندان تهدید می‌کند. همین طور به هر دوی آنها بر اساس قسم 2 ماده 340 برای ساختکاری حجت‌ها جریمه به اندازه از 365 تا 912 نشان دهنده و یا از 2 تا 5 سال زندان تهدید می‌کند. ملک خوجا رحیمبایف را برای غیر قانونی دادن قرض‌های بانکی بر اساس ماده 265 می‌توانند علاوه همچنین به اندازه از 250 تا 547 نشان دهنده جریمه و یا تا 3 سال حکم زندان بدهند.